إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. یک دیگر از خطاب قرآن بر اهل ایمان این است که ای مؤمنین، ای اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوید فی السلم. وقتی در سلم آمده یعنی در اسلام، کافه به تمام معنا، یعنی احکامات اسلامی را تماما بپذیرید، یک مسلمان سوچه و خالص باشید. در این خطاب قرآن بر اهل ایمان، الله سبحانه و تعالی بندگان خود را متوجه می سازد که وقتی شما گفتید لا اله الا الله، به تمام معنا به لا اله الا الله باید عامل باشید. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگوید شما در سلم داخل شوید. سلم وقتی نگاه میکنیم ریشه اش، وقتی نگاه میکنیم هر دیگه صیغه هایی که از این گرفته شده و یا بالاخره با این مرتبط هست، مثل سلام و تسلیم و اسلام و همه اینها از یک ریشه هست. اینها برای ما کدام مفهوم را میرساند؟ وقتی میگیم اسلام، سلام، تسلیم، همه اینها مسائل است که برای ما نوید سلامتی و صلح و صفا و صمیمیت را میرساند. الله سبحانه و تعالی میگه داخل شوید به برنامه‌ای، به مکتبی که در از او سلامتی هست. مکتب اسلام یعنی سلامتی، یعنی صلح، یعنی صفا، یعنی صمیمیت. کافه، همه سلیقه ها باید کنار گذاشته شود. وقتی انسان وارد مکتب اسلام شد، دیگه در این مکتب نژاد و لسان و رنگ و اینها مطرح نیست. کافه یعنی سلیقه ها را کنار بگذار. این آیه مبارکه برای اهل ایمان درس ها دارد. ادخلوا فی السلم، داخل شد در سلم. یعنی چی؟ داخل شد در سلامتی. یعنی دین اسلام دین سلامتی هست، دین صلح هست، دین صفا هست، دین صمیمیت هست. کافه به تمام. همه شما وقتی وارد این مکتب شدید، طوری که در تاریخ ما میبینیم که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و در کنار اینها بلال و صهیب و همه اینها بالاخره کنار هم جمع شدن. کافه به تمام معنا. در ادامه میفرماید که ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نکنید گامهای شیطان را. در این آیه مبارکه متوجه
اهل ایمان را متوجه میسازه که شما پیروی شیطان را، شما یک دشمن بسیار بزرگی دارید، دشمن آشکارایی دارید که او دشمن شما شیطان هست. شیطانی که پدر شما را، آدم را، به وسیله وسوسه خود حتی از بهشت کشید. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وریه الی آخر آیه. این بسیار وسوسه قوی دارد. و همچنین گفته شده که ولا تطیع خطوات، گام ها گفته شده، یعنی شیطان گام به گام به پی گمراهی شماست، به پی ویرانی شماست، به پی از بین بردن شماست، به پی آبروریزی شماست، به پی رسوایی شماست، به پی ذلت و خواری شماست. یعنی گام به گام. خطوات ای را برای ما میفهمانه. پس هر قدمی که برمیداری متوجه باش، هر گامی که میگذاری متوجه باش که در عقب تو بسیار دشمن بزرگ، دشمن خطرناک، دشمن است که فقط از این دشمن باید به الله پناه جست. هیچ پناهگاهی نیست غیر از ذات اقدس الهی که ما را از شر و وسوسه این دشمن عظیم و بزرگ نجات بده. اینه لکم عدو مبین، این دشمن واضح و آشکارای شماست. پس در این آیه مبارکه وقتی میگه خطوات، گام به گام شیطان به تعقیب شماست و هر گامی که شما برمیدارید متوجه باشید که از راههای مختلف و گامهای مختلف و مسیرهای مختلف شیطان میآید به سراغ ویرانی انسان مسلمان. این که الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل بشو، یعنی یک مسلمان سوچه باش. وقتی مسلمان سوچه یعنی انسان مخلص متدین، وقتی مخلص شدی، متدین شدی و اعمال اسلام را درست و صحیح انجام دادی، نمازش را درست خواندی، روزه اش را درست گرفتی، حجش را درست انجام دادی، صدقه اش را درست دادی، جهادش را درست با اخلاص کامل انجام دادی، در این پروسه، در این عباداتی که تو انجام میدی، اگر اینها درست انجام دادی شیطان به تو کار کرده نمیتواند. اما اگر لحظه غفلت کردی، از طریق نماز هم شیطان وارد میشه و انسان را به گمراهی میکشاند، از طریق روزه هم، از طریق حج هم، از طریق جهاد هم، از طریق عبادت. اگر شیطان عبادات ما را آلوده به ریا کرد، به عجب کرد، به سمعه کرد، خیلی عواقب خطرناک داره. پس بناهن این آیه مبارکه میفرماید که ادخلوا، ای اهل ایمان، به اسلام، به این سلامتی، به این دینی که سر تا پایش سلامتی هست داخل شو به تمام معنا. نه اینکه لحظه مسلمان، لحظه بالاخره ضعیف الایمان، لحظه غیر مسلمان، لحظه، نه، تمام معنا. وقتی به تمام معنا انسان داخل شد دشمن کار کرده نمیتواند. اگر انسان لحظه غفلت کرد، دشمنی که چقدر قوی هست که گفته ولا اغوینهم اجمعین، همه رو گفته گمراه میکنم مگر بندگان مخلص را، ای گام به گام به تعقیب تو انسان هست، به تعقیب تو کسی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. پس این آیه خطابش به اهل ایمان اینه که سلیقه ها را کنار بگذار وقتی وارد اسلام شدی. یعنی چی؟ یعنی قوم و نژاد و منطقه و اینها را کنار بگذار، فقط مسلمان یعنی ملت واحد. و همچنین ادامه آیه میگه ای اهل ایمان دشمن شناس باش که دشمن گام ها دارد، راه های ویرانی دارد. راه های دشمن را بشناس، گام های دشمن را متوجه باش و نیرنگ دشمن، و این خیلی واضح و آشکار هست که تو میدانی که بزرگترین دشمنت شیطان هست. الله سبحانه و تعالی ما را یک مسلمان واقعی و سوچه و کامل بگرداند. الله سبحانه و تعالی ما را از وساوس شیطانی در حفظ و
حمایه خود داشته باشه و خدای تبارک و تعالی ما را در لحظاتی که از دنیا می رویم ما را از شر شیطان، از وساوس شیطان، از مکر شیطان حفظ بدارد. موفق و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.